سلام به همیهنای عزیز. اینجا کانال حوادث در ژاپن یا اخبار ژاپن هستش. این اولین ویدیوی چنل ماست. قبل از اینکه شروع بکنم اولین ویدیو رو میخوام یه توضیحاتی در مورد این کانال بدم. تو این کانال ما سعی کردیم که تمامی اتفاقاتی که تو ژاپن میفته، همه جرایمی که تو ژاپن اتفاق میفته و اخبار اونا رو پوشش میده رو بیاریم. میتونه مثلا جرایم خیلی سنگین باشه یا اینکه تصادفایی که بالاخره تو اخبار نشون داده میشه. دلیل اصلی این که این کار رو انجام دادیم این بود که مثلا یه زمانی خیلی معروف شده بود حالا تو کل دنیا و کل ایران که خب ژاپن اصلا حوادث نداره، اصلا جرم و جنایت نداره، وکیلا همه بیکارن و اینا، که البته خب درست هم نیست، چون که بالاخره توی کشور 130 میلیونی بالاخره اتفاق میفته دیگه، بالاخره طبیعیه. و اینکه اخیراً یه خلافکار خیلی مهم که سالهای سال که من اینجا هم عکسش تو همه جا زده بودن و تو اداره پلیس و قطار مرکزی و همه جا زده بودن، گرفتنش. البته نگرفتنش، خودش رو به قول تسلیم کرد و بعدش هم بلافاصله تو بیمارستان مرد. یعنی اصلا میدونست که قراره بمیره، تصمیم گرفت که بگه که من فلانیم، با اسم و رسم دیگه ای داشتم زندگی میکردم. و به خاطر این ما تصمیم گرفتیم که خب اینو به همه همیهنانمون بگیم، یه مقداری همین بعضی از این تفکرات غلط که در مورد ژاپن وجود داره شاید اصلاح بشه. بعد بعضی از این ویدیوهایی که تو اینستاگرام نشون داده میشه ژاپن فلان، اینا شاید درست بشه. بعد مثلا خب این اخباری که تو اینجا نشون داده میشه، بالفرض حالا لو بدم، مثلا امروز میخوایم در مورد تصادف صحبت بکنیم. خب حالا اگه بخوایم مثبت بهش فکر کنیم، شاید شما بگین که خب من با روحیم سازگار نیست که مثلا اخبار بد بشنوم و اینا، ولی خب در کنار این اخبار بالاخره یه چیزای دیگر هم ما میگیم دیگه. مثلا حالا امروز که مثلا تصادفه، خب در مورد تکنولوژی که هست و اینا ما در موردش قرار صحبت بکنیم. بعد امیدوارم که خوشتون بیاد، امیدوارم که حمایت بکنین و همه ویدیوهای ما رو ببینین. اولین ویدیویی که امروز می‌خوایم بهتون نشون بدیم در مورد یه تصادفی هست. ببینید کیس ما این کامیون هست. خب قبل از اینکه بگم این ویدیو توسط ماشین عقبیه گرفته شده. بعد خب بزنین قبل از اینکه اتفاق بیفته من استاپ کنم. اینجا تو ژاپن الان من پایینم براتون میذارم، این دوربینا رو معمولا یه ریکوردرهایی هست که همه ماشینا معمولا دارن. خب خیلی خوبه، مثل جعبه سیاه هواپیماست. بعد خب وقتی تصادفی میشه یا اتفاقی میفته، چه برای خودشون چه برای ماشینای دیگه، از این تصاویر استفاده میکنن. و همچنین اینکه چون حتی ماشین وقتی که تو پارکینگ هستم، یعنی حالت خاموش هم این کار میکنه، 24 ساعته مثل دوربین مداربسته این ریکورد میکنه. بعد خب خیلی خوبه دیگه، مثلا یه جای دزدی بشه، یه خلافی اتفاق بیفته اینا، قشنگ از این دوربینا میشه استفاده کرد. ببینید این ماشین کامیونه داره میره، بعد اونجوری که حالا بعداً بهتون میگم صورتش رو کم و زیاد میکنه، بعد انحراف به راست پیدا میکنه. خب میدونید که اینجا جهت رانندگی فرق داره. خب بعد میره اون سمت و یه ماشین دیگر رو بین خودش و گارد ریل پرس میکنه، حالا یا ساندویچ میکنه به قول معروف. بعد و تموم میشه. این تو شهر گونما اتفاق افتاده، میشه گفت تقریبا مرکز ژاپنه. بعد ببینید الان اتفاقی که افتاده، این ماشین سفیده بین این کامیون و گارد ریل له شده متاسفانه. خیلی غم انگیز بود، من خیلی متاسف شدم. یه پدر 26 ساله با بچهش که 2 سال داشته و پدر بزرگشون که 53 ساله بوده، همهشون جوون بودن. حالا جوون نبودن هم واقعا حیف، حتی اگه جوون نبودن هم حیف. 3 تا جون آدم واقعا این وسط از بین رفت. و این هم راننده 69 سالشه، یه فردی به اسم سوزوکی. بعد خب این اسم خیلی معروفیه تو ژاپن، همه میشناسنش و اینجا هم خیلی فامیلی معروفیه، فکر کنم رتبه 1 تو تعداد خانوادهایی که این فامیلی رو دارن. بعد آره همونجور که میبینی اینجا نوشته آلکورو، یعنی همون الکل. اولش بردن بیمارستان، بعد تست که گرفتن تست الکلش مثبت بوده، یعنی اینکه این الکل خورده بوده، مست بوده، در حالت مستی داشته رانندگی می‌کرده. و این جی دبلیو هم که نوشته منظورش گلدن ویک، ما یه هفته اینجا تعطیل داریم که تقریبا میشه 10 روز با آخر هفته ها. بعد این بنده خدا از یه جایی داشتن برمیگشتن خونهشون، آخرین روز گلدن ویک بوده که این اتفاق براشون افتاده. این هم همون فردیه که دوربینش رو در اختیار پلیس قرار داده، میگه که اصلا خیلی کارهای عجیب غریب انجام میداد و یهو کم و زیاد میکرد سرعتش و بعدش هم که منحرف شد و رفت اونور.
آره متاسفانه فکر کنم دوربین اینا هم خیلی قوی نبوده، ولی خب حالا سوالی که واسه من وجود داره اینه که حداکثر سرعت 69 بوده. حالا معلوم نیست که با چه سرعتی هم داشته میرفته. این هم مثلا همونی که پلیس درست کرده. خیلی جالبه که تمامی اتفاقات رو داشته 90 کیلومتر میرفته در صورتی که 60 بوده. حالا تو اتفاقاتی که مثلا تو ایران میفته با سرعت‌های خیلی بالا چند تا چرخ و ملق میخوره، تازه با اون ماشینایی که تو ایران خیلی هم استاندارد نیستن. ولی خیلی جالبه که از هر 3 نفر مثلا مسافر، هر 3 نفرشون فوت شدن. من مطمئنم که اینا حتما کمربند بسته بودن، ماشینشون حتما چیز داشته، حتما کیسه هوا داشته، و اینکه اینجا بچه ممنوع بشینه رو صندلی، حتما صندلی کودک داشته. و اینجوریه که حالا من یه عکسش واسهتون میذارم، و اینجوریه که صندلی کودک با کمربند ماشین بسته میشه به ماشین و خود صندلی کودک هم یه کمربند داره که بچه رو نگه میداره. چطور شده که مثلا اینا 3 تاشون هم در دم فوت شدن؟ ماشین ژاپنی و اینا یه مقدار واقعا فکر کنم بدشانسی هم آوردن، حالا شاید جای بدی خورده یا واقعا لهشون کرده و اینا. خب اینم داره اون شرکت این آقای راننده رو نشون میده که اینا باش مصاحبه کردن، گفته که ما تست الکل گرفتیم ازش. قبل اینجا اینجوریه که شرکت‌های مسافربری یا شرکت‌های باربری قبل از اینکه سوئیچو بدن به راننده ازش تست الکل میگیرن و ثبت میکنن. و پلیس هم حدسش اینه که این چیز کرده، یعنی اینکه بین رانندگی و تست الکل این الکل رو خورده. و برام خیلی جالب بود کشوری که اصلا الکل واقعا آزاده، هیچ محدودیتی وجود نداره، حالا چه لزومی داشت سر ظهر موقع کار مثلا الکل بخوری که این اتفاق برای خانواده دیگه بندازی. 2 خانواده رو کاملا از بین برده، مادر بزرگشو که اگه اون پدر بزرگ همسر داشته و خب اون خانومی که همسر و بچه‌ش از دست داده. اینم همون راننده است، آقای سوزوکی. 40 سال داره و میگن خیلی آدم جدی بوده و اینکه حتی یه بار مثل که انگشتش هم با اینکه شکسته بوده اومده سر کار. خیلی آدم جدی بوده، خیلی آدم کاری بوده. و اینم شرکت یه یاد بود مثل اینکه برای اون خانواده اهدا کرده این 3 گوی به نشانه اون 3 نفری که از دست رفتن. حالا نمیدونم از لحاظ مالی هم چیزی داده یا نه، ولی خب و قول داده که دیگه همچین اتفاقاتی تو راننده‌های دیگه‌مون نمیافته. این راننده هم فعلا در بیمارستان بستریه، ولی فکر کنم حکم خیلی سنگینی داشته باشه چون باعث قتل 3 نفر شده توسط الکل. خب امیدوارم که ببخشید که این ویدیو اولمون اینجوری شروع شد با یه خبر بعد، ولی امیدوارم که خبرهای بعدیمون حالا بالاخره خبره دیگه، شاید بد باشه یا خوب باشه. حالا که اینطور شد ما یه ویدیو کوچیکی دیگه هم بهتون نشون میدم که ارزش ساختن یه ویدیو نداره، همین آخر براتون میارم. ببین اینجا خیلی جالبه، یه راه خیلی باریکیه، مثلا از اینجور جاده ها تو ژاپن زیاده، خود چون تو کوه زیاده از این جاده های پیچ در پیچ و مار پیچ زیاده. این 2 نفر بنده خدا دارن پیاده میرن بالا، حالا نمیدونم کوهنوردیه یا هرچی، که یهو مثلا اینجاست فکر کنم یهو ماشین میاد میخوره به اینا. یعنی واقعا این مرد اگه هوشیار نبود و زنشو و خودشو نمیکشید عقب، خودش و خانومش میرفتن زیر ماشین. بعد خیلی حالا این دوربین از کجا اومده اینو نمیدونم، این ویدیو رو از کجا گرفتن، حالا شاید بخونم خبرشو بعدن. این همینجوری برام جالب بود، به خاطر همین گفتم براتون نشون بدم. این دقیقاً امروزی که دارم ویدیو رو درست میکنم، یعنی 21 برج 8 اتفاق افتاده.